آرامش، نهایت آرامش. با تاکید کنم اتفاق خاصی نیست. از دربهای خروجی گلزار با آرامش لطفاً همه خارج بشن که گلزار شهدا تخلیه بشه. خدا بهتون خیر بده. اورژانس بیمارستان باانای کرمان هر لحظه در تعداد مسئولینی که به این بیمارستان مراجعه میکنن افزوده میشه. الرحمن الرحیم. اینجا مسیر ورودی به سمت زیارت برای سردار دلها حاج قاسم سلیمانی عزیز، مسیری رو که امروز متاسفانه این داعشی‌های ملعون با انتحاری منفجر کردن. 2 تا انفجار ما در کرمان داشتیم که هر دو انفجار خارج از گیت‌های ورودی به قول معروف امنیتی بودن. ورودی اول اینجایی که ما الان حضور داریم که الان الحمدلله خب تامین امنیت شده، ولی خب متاسفانه چون جمعیت بسیار تا بسیار زیاد بود این اتفاق افتاد و این شهدا رو ما دادیم. البته مطمئن باشن ما جزای خون مظلوم این بچه‌هایی که در این مکانی که ما الان حضور داریم بیشترین موکب‌ها بودن، بیشترین به قول معروف جاهای اسباب بازی‌ها بودن. محلی نبود برای کسانی که به قول معروف نیروی امنیتی باشن، محلی نبود که نیروهای پاسدار یا بسیجی باشن. تمام کسانی که شهید شدن همه از اطفال، همه از دوستداران و عاشقان شهدا، بچه‌هایی بودن که به عشق حاج قاسم، به عشق شهدا برای روز ولادت حضرت مادر، حضرت زهرا دست مادرشون رو گرفته بودن، با مادر با هم داشتن میرفتن برای زیارت. مطمئن باشن این خونها جواب داده میشه و الحمدلله الان اینجا امنیت برقراره و به زودی مسیر گلزار شهدا برای زیارت زوار باز میشه. یا علی مدد.